ببین هر کویی که می‌بینی سبزه زیرش منبع آب. کویی که می‌بینی خشکه چی نده اونجا همش سنگه، همش خاکه، همش سنگه. حالا اینجا نگاه همش سبزه کوها، اون خط آب رو می‌بینی؟ آره. به اونا که ناشیان میرن از اون گوشه، همون گوشه میاد. لازم پایین میدید ماشین مقامه جرد از پایین بالا معلومه، از بالا پایین معلومه. اینجا یه خورده شبیه چالوسه. چی؟ یه خورده شبیه جاده چالوسه. یه جالوس داره، هزار چم چالوس. چقدر من با اونجا با اتوبوس رفتم آمدم. صبح میرفتم بعضی وقت صبح میرفتم زر 1:30 از چالوس نوشهر برمیگشتم. صبح میرفتم رشت برمیگشتم. همه بودم خسته نشدم شمرین از کوها نمیدازی ببینم برش میکنم ماشین میگم تبیش این داری میخواستم بگم بور میدیدم یادو اگه با داشت میومد هیچی هم میترسید میرم بقیل میرفتم اینا ببین پاش رو درموز همه دیدونی موقع سبقت بگیره این نمیداره اون نمیداره همه اینجا به دندسه به اونا میرسی هم من دندسه هم بگیرم این موقع خیلی خنکه تیر ماه خنک ها؟ خنک دندونان گرفته آجا نه اشیا نزدیک بود هم من نمیخوام یا آجون من خوبه من بستم نزدیک بیافته یه چیزایی نوشتم مجید ایماندازه کاپی مجید ایماندازه کو یه اینجا این سیمه تکمونه آها این نبینه اگه توی نگاه این بالا میاد شیلن گذاشتن رفیق داشتم میمدم اینجا دوغموغ همیشه مجانی بود اما که اون رفتش این دیمای من نیمانی میگی شانس شماست دیگه به تش رسید کافشی اون جلو با من رفیق بود این جاده اول این بودش اینجا رو درست کردن اینجا تونه گالریه یعنی هواکش من لاهاش بازی پنجره بخواد بخونک یعنی اینجا آره بنزین میزنه میره اینجا با بنزین ما رفیق بود بازار میمدیم
دور به چه اینجا میترسیدی بری با ماشین ما اتوبوس ما میردیم روز الان روزمار بیدید جلو ماشین رو بگیره اینقدر برگرد الان چجوری درست کردن ما الان چجوری درست چقدر قشنگ چیزا درست کاخ داره درست اینجا پول نداشت این پول تازه زدن پایین هم رودخونه است اینا چراغ وسط نداشت اینا رو تازه زدن ما میفتیم اونور پول با میشد محمود گیلک رستوران؟ آره ما اینجا هم تکی توکی بود آره اونجا مال ما اونجا بود مال اتوبوسا اینجا بود اونجا بود اینجا خونمونه هیچی نبود تازه درست کرد اینجا خیلی قشنگه از اینجا این جاده اینجا نبود فقط اون یکی بود اینجا تازه زد چقدر قشنگه دور برگردی رو گذاشتن اینجا برگرد دیگه جاده همینطوری بود دیگه الان اینجا یه مقداری دیگه برنه همش خوبه نه قبلا که با اتوبوس اول همیده با اتوبوس همین صبح میادیم دور برنه بعد برنه شب برنه بشتیم با میادیم صبح خیلی شبیه چالوسه این یه تیکه این یه کمی شیده یه همه جا این ماشین نمیتونه بره دیگه دو تا نیسان باری یاده جلو دیگه نمیتونه را بگه اون موقع ما چجوری میرفتیم انقدر سخت بود یه کامیون جلو شور را میرفت ما سر ساعت میرسیدیم اون برای تازه بدون ترمز زدن حالا اون دمزه شهری وزی میده تا اون اماندرازی این ولی من تا آمون میده 5 تا تا 5 تا آمون 5 حالا شانس رو بردن خلوت همینه باخته بودیم نه 20 نفر میتونی میگردیم نهار بود هرکی هرچی باخته پس میده من نباختم اصلا من 2 داره بودم علی دوزی یه داره بود به من بخشید این نداره بعضی خود نشوفه بردم یه دونه هم بود بده حاج اینجا وای نمیستادی با اتوبوس اینجا یه دفعه واسدم بلد دارم اینجا چه بچه همقدر شلوغه یه دفعه اینجا واسدم بلد دارم یه تیکی به ساری بابون بوده خیلی یادش خراب که جنگل منگل زیاد مهان وایسن
همونش. آره همونه گردون یه چراغ بزنی معلوم آخش ردادش حالا دیگه کلا نور بالا بود دنده را برن نه همون با سر برو با سر برو با سر برن با تن برو با تر الان آقا جان خوبی سلامتی آقا برو بچه ها خوبه انشالله خدا پدر درامت کنه قربان ها نمیدونی چی گفت خدا حافظ در بازش در تو باز از این آره هرچی در داره بود آها این دسته راست آقا جان خدا حافظ ببخشید تو رو خدا قربان شما خدا حافظ دیگه اون دسته بودشون از همونجا آره این دسته اینجا بود ما هر جا دور برگردیم دور بزنیم هم دور برگردیم من دور بزنیم ببینیم یه علاقه شما سمت کجا؟ نمیدونم من نرفتم دیر ازش گرفتم یه ساعت دیر شده بیناره ولی گرفتم اونم زدنش هستش زدنش من زدم اونم اومد آمول جاده باریک همه این نبود کی جورت میگه دست من زفت هیچی جورت به اوران جاده میدم صاحب باید باشه میگردم میرفتم هیچ کم تو پشتر منم تو مه همینه من چشم خیلی خوبه میرم حالا عینک هم دارم تو مه نام میرم پشتر من هر کسی نمیتونی بیا تو مه آجان اون حرکتی گفت که خط سفید رو بگیر برو شما وسط بگیر وسط ماشین وسط خط سفید رو شوید برو اگه چراغ بزنم میفهمی چقدر بس این و اگه چراغ نزنه همون جاده رو میگیریم وسط جایی نه این به فرد جایی نه اون جایی آبه هنوز جاده نیمه آبه بس ببینید کجا میریزه پایین از اونجایی که میریزه پایین 2 متر فاصله میگیری یه وسط که هیچ جمعه سکوت ندارم 2 متر جاده فقط اینا صاف رو میرن پارک بلد نمون قشنگ میکنم همین جاده صاف داریم چپ کرد آنجا میرسی ماشین آجا حالا بین این ماشینایی که داشتی کدوماشون از همه بهتر باش میتونستی پیچ بزنی سرعت بیشتر بدی یک شورت بگا داشتن شورت بگا؟ آره شما نگید 20 دونه شاه سفارش داد جی ام آمریکا داره داد 20 خلبانه یه دونه شما از این خلبانه گرفتم به من داد همین 20,000 تومان با من داد 1000 تا نفر دادم 19,000 تا نگرد از زنجیبری رفیقم مامان تو بچه بود کوچیک تو نعنا فرنگی گذاشته بوده عقب اون گذاشته کابوده بوده درشو اومدی قاسم آباد بنزین زدی اومدی اینجا سولک بیدار شد اینقدر نرم بود از سیبه بود
کو ماشین که داشتی مامانم کجا خوابیده بود چجوری اصلا بیدار نمیشد نه راحت بود ماشین و 4 سیلندر بود کولر داشت 2 در بود 2 در جلو عقب در نداشت خیلی ماشین بود اصلا تو تهران در بود هر جا میرفتم جلو میگفتن آقا چه ماشین بودم شبله 4 سیلندر بودم چجوری 20 دونه شاه آوردیم چه رنگی بود؟ بعد نخودی بود خیلی شیشه های سبز اینقدر قشنگ بود قشنگ بود بعد لاستیک های دور سفید قیتونی اینقدر دور سفید باشه خیلی خوشگل بود همین میگفتن تو چی کاره از اینکه شاه به تو دادی